خیلی خوشحالم که با یه پست جدید در خدمتتون هستم. امروز خواستم راجع به تستوسترون براتون صحبت کنم. میدونیم که خیلی از دوستانمون که از استروئیدها استفاده میکنن، مخصوصا تستوسترون، بعد از یه مدتی میگن که تستوسترون دیگه به ما جواب نمیده. علت این چیه؟ علتش اینه که ما یه پروتئینی در خون داریم، یه پروتئینی از طریق کبد ساخته میشه به اسم گلوبولین. گلوبولین میاد به هورمون‌های جنسی از جمله تستوسترون متصل میشه و عملاً کارایی تستوسترون رو مختل میکنه. یعنی تستوسترون آزادش خون شما، همون تستوسترون فری خون شما، بین 2 تا 3% موجوده در خون شما. بین 97 تا 98%ش یه مقداریش به آلبومین های خون متصل میشه که اون یه مقداری کارآمدی داره، ولی درصد خیلی عظیمیش به صورت ناکارآمد در خون شما وجود داره. شما چیکار باید بکنید؟ شما باید از مواد خوراکی استفاده بکنید که گلوبولین های خون شما رو پایین بیاره، که گلوبولین ها به هورمون های جنسی متصل نشه و اونها رو از کار نندازه. یه خوراکی هایی مثل کلم بروکلی، کلم قرمز، خود سیب، کرکمین که ماده مؤثره داخل زردچوبه هست، میتونه گلوبولین کبد شما رو کاهش بده و در نتیجه اون گلوبولینی نباشه که به تستوسترون ها متصل بشه و اونها رو از کار بندازه. نقطه مقابل این هم وجود داره. مکمل های پروتئینی میتونن گلوبولین کبد رو بالا ببرن و در نتیجه اون گلوبولین بیاد به هورمون‌های جنسی از جمله تستوسترون متصل بشه و SHBG خون شما بالا بره. یعنی توی آزمایش خون زمانی که میخوان ببینن تستوسترون خون شما در چه رنجی قرار داره، اون تستوسترون کلی خیلی نمیتونه برای شما نشانه این باشه که رشد خوبی دارید یا نه. تستوسترون آزاد خون شما مد نظر است و به خاطر اینکه این مسئله رو پیدا کنن میان SHBG خون شما رو اندازه میگیرن، یعنی اتصال گلوبولین ها به هورمون های جنسی شما رو اندازه میگیرن. اگر بالا باشه عملا میگن شما تستوسترون آزاد کمی در خونتون وجود داره و به خاطر همین مسئله هست که شما یه مقداری باید در خوردن مکمل‌های پروتئینی زیاده روی نکنید و از اونور از گفتم کلم بروکلی، کلم قرمز و سیب و کرکمین خیلی استفاده کنید.